سلام به شما. خب خیلی از ما ممکنه گاهی جلوی آینه وایسیم و فکر کنیم که کاش میشد بعضی قسمت‌ها رو یعنی یکم پرتر یا خوش‌فهم‌تر کرد، اما خب بدون جراحی و هزینه‌های سنگین. بله. یکی از چیزایی که اسمش زیاد شنیده میشه این روزا روغن خراتینه که میگن از یه نوع کرم خاکی گرفته میشه. درسته. حالا سوال اصلی اینه، این ادعاها که در مورد افزایش حجم میگن واقعیت داره یا بیشتر تبلیغاته؟ منبعی که ما داریم بیشتر روی تجربه‌های افراد و توضیحات خود فروشنده تمرکز کرده. بیاین یه نگاهی دقیق‌تر بهش بندازیم. دقیقاً. توی این بررسی کوتاه میخوایم ببینیم این منبع چی میگه، این روغن چیه اصلاً، کاربرداش به قول خودشون چیه، چرا ممکنه بعضیا نتیجه نگیرن و خب روش استفاده‌ای که پیشنهاد میدن چیه. هدف اینه که شما با اطلاعاتی که این منبع میده آشنا بشین. جالبه برام که این مطلب خیلی روی تجربه‌های مثبت تاکید میکنه. بله. مثالایی میاره از کسایی که میگن لباشون پرتر شده، یا مثلا خانومایی که از فرم سینه و باسنشون راضی کردن، یا آقایونی که میگن اعتماد به نفسشون بیشتر شده. آها. در واقع ادعا میکنه اگه تو اینترنت بگردید کلی بازخورد مثبت پیدا میکنید. بله، حالا میرسیم به بخش به اصطلاح علمی قضیه. این منبع توضیح میده که روغن خراتین خب یه سری آنزیم و الاستین داره که از همون کرم خاکی میاد. خب این نوشته ها ماساژ دادن موضعی با این روغن خون رسانی رو تو اون ناحیه زیاد میکنه. یعنی گردش خون بیشتر میشه. دقیقاً. و این افزایش گردش خونم باعث میشه سلول ها بهتر تغذیه بشن و در نتیجه یعنی به مرور زمان بافت رشد طبیعی داشته باشه. یه فرمول ساده هم ارائه میده: خون رسانی بیشتر، تغذیه بهتر، رشد بافت. البته باید تاکید کنم این توضیحیه که خود منبع میده، حرفی از تایید علمی مستقل تو این نوشته ها نیست. پس طبق چیزی که ادعا میکنه میشه برای افزایش حجم لب، گونه گذاری، پر کردن خط خنده، فرم دادن به سینه و باسن و حتی افزایش سایز اندام خصوصی آقایون استفاده کرد؟ بله، ادعا همینه. و تأکیدش هم روی اینه که فقط با ماساژ منظم جواب میده. دقیقاً. اما یه نکته مهم دیگه هم هست، بهش اشاره میکنه. چی؟ اینکه چرا بعضی‌ها ممکنه نتیجه نگیرن. 2 دلیل اصلی میاره. خب یکی این که انتظاراتشون شاید واقعی نیست و عجله دارن. دوم که خیلی روش مانور میده استفاده از روغن‌های تقلبی و بیکیفیته. آها، درسته. یادم حتی یه سری مشخصاتم برای تشخیص روغن اصل گفته بود. بله. میگفت باید رنگ و بوی خاصی داشته باشه، معمولاً توی یه روغن پایه مثل کنجد یا زیتونه، نباید خیلی تهنشین بشه یا زیادی رقیق باشه. روی بسته‌بندی استاندارد هم تاکید داشت. دقیقاً. اینا معیارهاییه که خود فروشنده میگه مهمه. که خب منطقی از دید فروشنده. و مهمتر از اون روش استفاده است که منبع خیلی روش تاکید داره. چطوری؟ دیگه ماساژ باید ملایم باشه و هر روز انجام بشه، ترجیحاً شبها قبل خواب. برای اینکه بهترین نتیجه رو بگیرید هم چند تا نکته رو لیست کرده. اول خب روغن اصل تهیه کنید که خودشون میفروشن احتمالاً. بله. دوم منظم و مستمر استفاده کنید، عجله نکنید. سوم به بدن زمان بدید. چهارم ماساژ رو درست انجام بدید. و پنجم هم گفته که میتونید از مشاوره رایگان خود فروشنده استفاده کنید. پس در نهایت این متن داره روغن خراتین رو به عنوان یه جور فرصت، یه راهکار طبیعی و کم هزینه معرفی میکنه برای کسایی که دنبال تغییر فرم بدنشون هستن و بازم تکرار میکنه که خیلی ها راضی بودن. به ویژگی های محصول خودشون هم اشاره میکنه، مثل تولید سنتی، بسته‌بندی خوب و تضمین کیفیت و اینها. بله. خب پس اگه بخوایم یه جنبندی سریع داشته باشیم، منبعی که بررسی کردیم روغن خراتین رو یه راهکار طبیعی بالقوه برای افزایش حجم میدونه. درسته. اساس ادعاش هم تجربه‌های مثبتیه که گزارش شده و یه توضیح ساده، یعنی همون افزایش خون رسانی. آها. اما خیلی خیلی تأکید داره که روغن باید اصل باشه و استفادهش منظم و با صبر و حوصله. دقیقاً. و اینجا یه نکته هست که شاید بد نباشه شما هم بهش فکر کنید. بفرمایید. با توجه به این همه تأکیدی که خود منبع روی نقش ماساژ و افزایش خون رسانی داره،
به نظرتون چقدر از این نتایجی که افراد میگن گرفتن ممکنه ربط داشته باشه به خود عمل ماساژ منظم؟ یعنی تأثیر فیزیولوژیکی خود ماساژ روی گردش خون؟ بله دقیقاً. فارغ از این که اصلا چه روغنی دارن استفاده میکنن، آیا خود ماساژ به تنهایی نمیتونه بخشی از این نتایج رو توجیه کنه؟ این یه سواله که شاید ارزش فکر کردن داشته باشه. سوال خوبیه واقعا. خب اگه شما خواستید اطلاعات بیشتری رو مستقیما از خود منبع ببینید، توی متن به وبسایت ایران زالو اشاره شده. یه شماره تماس از آقای هاشمی هست و کانال ایتا برای آموزش و مشاوره. بله، اطلاعات تماس رو ارائه داده بودن. امیدواریم این بررسی کوتاه به شما کمک کرده باشه که محتوای این منبع رو بهتر درک کنید.